مفتخرم که در جمع شما عزیزان هستم. به سمینار روز جهانی کوهستان خوش آمدید. شناختن ناشناخته‌ها در طبیعت به هر حال تلاش می‌کنید و خطر می‌کنید و یادگاری از این روز، از این دوران بتونیم خودمون در کنار هم دیگه اتفاق رقم بزنیم. من بازم تشکر می‌کنم از عزیزانتون در جلسه زحمت کشیدن هم هیئت هم مؤسسه کرشتران پایدار. اول از همه بحث حفاظت پیش از ورود قارها هستش. ما باید منابع مطالعاتی که وجود داره یا چیزهایی که ربط داره، مثلا مردم شناسی منطقه، زمین شناسی منطقه، میشه شکلی‌گیری نداره به خاطر اون وسعت بارانه اسیدی هستش که اونجا رو کاملا خاکش رو تخریب کرده. ما گفتیم ما کمیسیون رو تأسیس کردیم به نام کمیسیون گردشگری. در هیچ دوره‌ای نبود. معمولا در ذهن بعضی از کمیسیون‌ها تعریف می‌شد اما هیچ وقت به شکل ویژه ما اون نپرداختیم و بهش توجه نکردیم. کار دیگه کردیم، یه سایت براش زدیم. خب نه تنها مردم بومی دیگه کردیم، یه سایت زدیم به نام مسیر سبز سواموس تا هر کس بیاد در مورد سواموس سرچ کنه، جستجو کنه، برسه به اینجا. چرا؟ چون امکاناتی در اینجا گذاشته تا بومی‌ها بتونن از اون بهره بهتری برن. یک از کارهایی کردیم اومدیم راننده‌های مطمئنی در مسیر بودن توی سایت معرفی کردیم. هم به نفع کوهنوردا کار کردیم، هم به نفع بومی که عکسش تو اینترنت است و اونجا معرفی شده، علاقه داشت این سیستم پایدار بمونه. بالا پایین جاده هیچ درخت کهنسالی وجود نداره. 50 سال دیگه اگه اینجوری بشه، دوباره اگه جاده‌ها بازگشایی بشه، مطمئنا می‌بینیم که این آسیب‌ها چندان و چندان‌تر میشه، بیشتر و بیشتر میشه. من نگران اینم که ما این میراثی که داریم قدرش رو ندونیم. نگران اینم که بچه‌هامون که فردا بزرگ میشن، همسن سال ما میشن، از ما اینو بپرسن که شما چه مطالبه‌گری کردید واسه حفاظت این میراث. یکی از شاخص‌های طبیعت‌گردی مسئولانه پاسخگویی بودنشه. یک کوهنورد حرفه‌ای، یک طبیعت‌گرد حرفه‌ای وقتی که وارد طبیعت میشه، میخواد به کوه بره، به این فکر میکنه که قرار نیست با جاده بره. جاده طبیعت تخریب نمیکنه که خودش رو تسهیل کنه برای اینکه کلا سیستم رو داره میگم، یک برنامه‌ریزی مسئولانه رو داره میگم، یک سیستم رو خراب نمیکنه، سیستم طبیعتش رو که بخواد به قله برسه. طبیعت به مراد خودش تغییر نمیده، بلکه خودش رو با طبیعت میده. میگه من توانمندی‌هامو افزایش میدم. دوستان در موضوعات دیگر هم آقای دکتر رسولی هستن در حوزه کوهنوردی، هم آقای مشتری اگه سوالی دارن در مسیر سبز هماهنگی رو انجام میدیم، از پروژه حمایت میکنیم تحت نظارت هیئت استان و آقای دکتر مشتری عزیز. این حداقل در اون 31 قله سیمرغ که در کشور برای قله‌های برگزیده استان هستن، ما هر قله یه دونه مسیر سبز داشته باشیم که شامل خود استان گیلان هم میشه که دومیش هم استان گیلان میخواد بیاد، تو هم یه عنوانی هم براش انتخاب میکنیم. منم شخصا تلاش میکنم بتونم یه بخش مالی رو بیارم. یکی از چیزایی که برای ما اعضای کمیته خیلی مهمه و همیشه سعی می‌کنیم که بهش پایبند باشیم اینه که سعی می‌کنیم یک مدل استاندارد و پایدار از گردشگری رو ارائه بدیم و اینکه در تورهای خودمون سعی می‌کنیم که اصول پنجگانه اکوتوریسم رو که توسط سازمان جهانی گردشگری UNWTO تعریف شده حتما این مسائل رو رعایت کنیم. دکتر ایمان مشتری واقعا افتخاری برای همه ماهاست، افتخاری برای ایران عزیز. اخیراً به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی هواشناسی انتخاب شدن. من به نیابت از همه شما خوبان یک کتاب ارزشمند از جنگل‌های هیرکانی رو آوردم که تقدیم ایشون. به افتخار یه دست بزنید. خاص قدردانی و زحماتی که استاد دکتر رشیدی و مؤسسه پایدار برای همه ما کشیدن و یک کتاب هم تقدیم سال از آقای مشتری تبدیل شد. ما اینقدر کار می‌کنه نمیذاره به کسی دیگه تبدیل برسه. تشکیلش بفرمایید. خیلی تشکر کنید خانم لیلی رو برنامه رو خیلی حرفه‌ای و عالی
یه فردی که واقعا از روز اول که دیدم درباره حفاظت داشته جنگیده در بخش دولتی برای اینکه حفاظت رو پررنگ کنه. کسی نیست جز آقای دکتر جانشاری. تکلیفش رو